أيمن ظواهری لروژا 19 خزیران 1905 که لواجر قیره پایتخت مصر جی خزانه کاست ناونجی جدای بویه که چندین دکتور و زاناین آینی تدا پیگه هشتینه هر بون منبابی مامستا بویه لبش درمانسازی لزانکویا قاهره با پیروی شیخ زانکویا ازهر بو مامکی ویجی کمی سکرتری گشتی کمکار ولاتن عربی بو ده سنیلی خدا أيمن ظواهری گلک به نویسینن سید قطبی داغبار دبید لوران لسال 1973 هرجه دستپیک دامزراندنا کمالای جهادیا اسلامی پیوندی به کماله دیکرد. پاشتر لی تمن 15 سالی جبران دنبون ده کمالای اخوان مسلمین دا دهت دست سر کرن. لسال 1974 کلیج نوجداری لزانکویا قاهره به دوماهیک ده اینی تو بودم 3 سالان وکو نوجدار دنوا سوپایده کار دیکرد. لسال 1978 باورنامه ماجستر به دست خواه ده اینید. دناورا سال 1908 وی که وکو کارمند هوار هاتنه دگل رخرا و حیوا سوریا نیو دولتی لی باجر پیشاوری پاکستان کار دکرد و برای کاوی کاری هاریکاریا پنابرین افغانستانی دکرد. لی سال 1908 وی که و به تهمت دست هبونه ده کشنه انور سادات سروکی وی دمی مصر دا دهت دست سر کرن. هرچند چه بلگه سروی تهمت بار کرناوی نبون بله جبر هلگرتنا چه به مولت 3 سالان دهت زندان کرن. اوجی دبیت دست پیکا سر هلدانا تونتروی ده جیانا ظواهری دا. دمیل سال 1985 دهت آزاد کرن برف ولات سعودیه دچید. پاشتر دچید افغانستان و پاکستان و دجی داگیرکاریا روسیا دجنگید. بودم 6 ایوان ل روسیا دهت زندان کرن. پاشتر درویت و برکا داغستان خودگهینی تشیشان. پشتی در کفتنا کمالا جهاد ل سال 1993 ظواهری سروکاتیه دکت و زنجیره که هرشان ل مصر انجام دادت و زیدتری 1200 کسان دکت قربانی. ایک جکارین دینوی بزاف کرن بویا بو کشنا عاطف صدقی سروک وزیرینوی دمی مصر. هرج بروی بزاوه و ل سال 1999 جلای دادگاه سربازیا مصر و فرمانا سیداردانا غیابی بوده تدری خستن. أيمن ظواهری و مامستای خوسام بن لادن پلان بو کشنا حزنی مبارک سروکی وی دمی مصر دانابون بل دوی پلانه دا شکستنینان. لسال 2001 ظواهری هفشان بن لادنی بجداری ده هرش کرنا سر آواهین بازرگانین امریکا دا کرد. پشتی وی کریاری امریکا به جدی کار بو جنابنا وان سرکردن تیروریستی کرد. در انجام لسال 2011 ده اپراسیون کا تایبتا امریکا دا. اسامه بن لادن لولات پاکستان هاتا کشتن. ایدی ظواهری بو سروک و بریار بدست رخروا تیروریستی القاعده. ده همان دم دابو ماترسیدار ترین مروف جهانه و دجمن هری مزن امریکا. پشتی چندین دیوچون و پلان دانانان. در انجام لروژا یکشنبی سویکی تیر ماه 2022 برای که فروکه که به فروکوانی امریکی و به مشکه که ججور هل وایر لدور شیرپوریا باجر کابل یا پایتخت افغانستان او سرکرد تیروریستی دهتا کشتن. جو بایدن سروک امریکا جی لبر سپیدهیا روژا سیشنبی دوی طباقا 2022 کشتن مزنترین و مترسیدارترین سروک رخراو تیروریستی لجهان دوپات کرد.